Rahim Production. این همه رحیم نماز کنید تا بیا بسر بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. گوش کن دوستان، این روز خطیت عروسچه شناس شدیم. اینه خدا خواهد زنگ میزنم پیشش میرم. شوش با درسیت دار. انا دوستان خواهی دانی که ما یان olana به اگر نمیخریم لیدوف که رفتی سرعت پرات چابگی دوفی دیگه ما را میبری خطی خواهی دوستان اوینای همدیگرم میبرم. خواهی بینده شد تمام. السلام علیکم و رحمت الله. ما تو گفتگی که وعده مردکی هست. السلام علیکم و رحمت الله. وعده چه خیلی گفته یک جوی میریم. لیدوف من را هم بینم سرعت همه یوم بیام میریم. انا هم خیلی کروچی دوستان السلام علیکم. ساز چه خیلی رحیم نازه اینجا خوبه. خوب شد این کاری که شما کردید میدونه که این کاری با ملا سرش کرد بیار همین نماز تخوندی رحیم جان کاری خطا کرد. دوستان ما برای فایده شما میگم، برای ضرر شما هیچ وقت گپ نمیزنم. بیا تمام. چون که یک لحظه، چون که این کاری که شما میکنید نسبت خواهر اپا یک شخص دیگر یک روز نه یک روز در عائله شما در نزدیکترین نفران شما همه کار رخ میدهد، همه گپ ما در یاد شما میزند، از کاری کردتون پشیمان میشید. باره اینجا راست میگی که حقا تبر اینجا که بیشتر مونده من نماید درس من بیشتر بیا خواهد شدی نماز تخیرم. راست این گپ ما با شما تاثیر نمیکنه. بیا بیار اینجا حقا تبر خب ما پای عبید میشم، خدا شما را هدایت کنه. گرد نیست کروچی هم خیلی دوستان کروچی هم خیلی دوستان چی کاری میشه آنها میشه من تیمی برم هیچ کنه که نفهم. بچه چون میکنه اما باور نداری نه یو خیلی با برادری برابری اینا هوا الو سوزی جان خوبه چی؟ میتونم بعد ای سرخشتمانه چی میشوه؟ توی میروم؟ جانی من چی کاری داشته باشم میپرتم اینا نیم ساعت پس میرم پیشت. اینا نیم ساعت پس میرم. اینا دوستان کروچی من رفتم. خیلی که ایدوف دیگه گپ بزنم خامش نکنی صورتش هم بیارم ای در دولم خواه که خیزه دوستان خیلی رفتم چی گفت خیلی؟ ای شروعیت های خونه دارم میبینی تشکیلی گروم شتیم زده کار برا دیده نشتیار خیلی وعده خیان؟ اوی دفعه هستی؟ بعد چی نبگری چی شیده که هیچی یکم صورت پرات گرفتی؟ سلفی کردم بچه اینا بین کروچی که جدا بود اینا چی خیلی دیونا آمده گرم بیشک زروندن گیر بود دارم سلام بچه. بیا رحیم باز بیا پاتک جمع که بیا چو کردی؟ چی شو؟ لعنت با تو بر این دوست و لعنت با من بر این اتاق. چی شو؟ بابا تیرخی میخواستم با دیگر کس زنم اون تیر گشتو با خودم زن. چی شو؟ برادر همان روز ما با گفتی تو گوش نکرده چون که یک لحظه، چون که این کاری که شما میکنید نسبت خواهر اپا یک شخص دیگر یک روز نه یک روز در عائله شما در نزدیکترین نفران شما همه کار رخ میدهد، همه گپ ما در یاد شما میزند، از کاری کردتون پشیمان میشید. شما هر روز درباره عاشقی گپ میزدین، عروس گپ میزدین،
من نفهمیدم گپ شما را. شما گپ مرا گوش نکردید. شما چی را در نظر دارید؟ هوا دختره که گفت خواهری من است. چی؟ خوبه موندای کار شکرانه خدا این چنه رو با بودی؟ حالا یک 28 تشید این حقیقتی 29 تا یک دیگه برای 30 تا شهر رایجان با عبید کنه میگم بعد عبید میکنی؟ گرمی بچه دی گرمی را بی کار بشه واقعی یا عبید کتر دام بگی ها؟ رئیس با گفتیم یک تیستر کنیم باید زندگی شما واقعی رئیس جان حالا بردیم و بایش بختم انای شنبریم بیزیم یک دیگه شما با عبید کنم چی میشه؟ خیلی برای کار ما اینجا دهیم هزار رحمه رئیس جان مای رئیس خوب مایده علیو رئیس آدم میفرده همین رئیس آدم میفرده یعنی دویم در برمون در پسی بلندی دست منو میگیره خدا احکام نشود سری زمین گشتم چو کردی زنه؟ آدی نرس چوی زنه کانتر دام بگیرم چو کردن آخه به نستی؟ رفتم زنه اجرا کردیم خلو رسمی بلوکر همه را جمع کردیم همه یک استورا کانتر نسترینش نبود چی بود؟ رفتم سهر خورده بود پس عبید در کورم همه قزن زدم تلفنون را جواب نداد میگم معاش پاشم کم نباشه یکی همی صبح کار کرده گه یا نمیفارشون کار کردم ای خیلی مردد همون اولیکای هوا را زیادتر کنم همون را میگم که اگه خدشون مسئولیت کنم کانتر معاشون را زیادتر کنم زیادتر کنم کار که تیسترک میکنم مثال امروهاشم میایم سوا بیاخه همون را میگم دیدمش به نسترین خیلی نصیب ایدفعه خرج کرد دفعه خرج میکنم Nasıl az bu be? Nanadır tu. Meynat kadi. İna. Hali bu vardı tu. Tamam kalkışlar. Tanıdım şunu az bu. Ana şitora. Vurdum. Az bin taş hava gudakona kalta. Kub yok. Şu Kurbancan bir ocak kuya söylegi de mahsuliyat krem. Olsun az bu amişa. He o farine darami hafta o hay kor mekni da. Laber reis bu. Laber. Çotali. Selamati khoy koro khoy. İ pok zabut kadi ku. Hay. Şuna parayı oysta. Akı tamam fundamenti khona da megzare. Ha akı. Ana usulü ve kirpiçoram biyorum ba usulsa ki geçemezim ben me bardırım şaka. بهترین تو اولی که چند قمه گرفتی قربان جان؟ خیلی اهم مسئله کردن که 1000 سوم 1000 سوم و اگه ما حساب نکنم که یاردمچی همین توست اومده نه ما تدا یک سورپرایز دیگه دارم قربان جان این اینجا خیلی اینه 1,500 ای فهمیدی؟ 1,500 ای این 500 دیگه تدا پدرکای دیگه ای پس فقط 1,500 میگیری اولی تا فهمیدی؟ لیک کار دا دیگه دیر نکی سری وقت کار دا بیو مایلش؟ فهمیدم اکا من کارم کم تمونده و یکنم بر وقتا خونه برم از سرسیمت ترم مای
را 1000 سوم میدادم 8 بار 8 قد میشه 1000 رحمت میگو این بارا اویلی چه باران کردیم نه رحمت میگو نه یگون سخن دیگه خواهی بیو بار چه در تمام قید چه؟ السلام علیکم بیا رئیس بابا دوستان کار تمام کردن عبید رفتن ما اینجا کم ترک میدن خروس کن چی گفت؟ همه نزده رئیس همه نزده مایلا ما چند بارا میام درتون همه تخته میکنم این نه کارتون پیش رفتیسه نه جو درتون محکم رئیس بابا چی یگان چی نگو بیگانی با خونه را بیا ما قطعیت صحبت علایده میکنم که خیلی کار پیش نمیروم استاد اومده بودن کو مایلاش ما اصورانه تخد نازی ما بیا بگونی ما قطعیت صحبت جداگانه میکنم مایلاش ما دگاورا قطعیت دیگه خیلی کار گردم با وابشه کارانگی دیگه گیر مایلاش خیر ما میرم بیگه اترا ما دفنه اجداد میکنم رئیس بابا رئیس بابا تمام کردم بیا من نازه یا خوبه تمام کردم رئیس بابا گفتون همجا میشنیم رئیس بابا باسم بنزه بره بولو بگذار هفتاد کیلومتر بیشتر خود تاگی مونده چی رئیس بابا تمام کرده ما گفتم یا دست رو ما بشون خونه برام با گفتم شما فاید کرده بودید شما یا بینم با برام یا دست ما بشون برام خونه کرد رئیس بابا اینا کارم تمام کرده قربان جان میدونی برای چی من شما رو اینجا دعوت کردم نمیدونم برای اون خاطر دعوت کردم دوست عزیز که شما میدونید که من این 2 ماه میشود که معاش شما رو 1,500 سومون کردم لک پیش 1000 سومون میگرفتید ها روز ماهی گذشته که یک روز با کار حاضر نشدید من همین قدر به شما زنگ زدم با جای کارتون رفتم شما در کار نبودید ما همراه اویلا هم مصلحت کردم که شاید زندگی شما خوب نباشد ممکن اویلا که شما نرسد در زندگیتون مصلحت کردم که اویلا که شما رو زیاد کنیم نیست زیاد کردم 1,500 سومون بر شما دادم لیک شما میدونید که این ماه اویلا که شما را من 1,500 نه و 1000 سومون میتونم 500 سومون اویلا که شما بریده میشود با اون خاطر که شما در این ماه هم سری بار با کار حاضر نشده یگون چی گفتنی؟ رئیس جون من 1000 سومون در روزیم 1000 سومون اولیک روزیم برای چی قربان جان من یک کاری تو در حیران شدم در کدام کار رئیس جون برای چی ماهی گذشته که من ترا 1,500 سومون اویلیک دادم شما 1000 سومون بگرفتین 1,500 اویلیک دادم وقتی که پول گرفتین یک بار سینما نگشتین که یک بار رحمت بگین یاد دارید دفعه پیشینش که 1000 سومون معاشم میگرفتین 5-6 بار گیردم چرخ نزدی رئیس 1000 آمد ما سببش نفهمیدم سببش در چی بود که یک بار تو نسبت من نگفتی که رئیس 1000 آمد که معاش مرا زیادتر کردی چون بیزور معاش مرا کم کنیم لیکن نمیخوام شما رو غمگین کنم برای چی؟ میدونی چی رئیس جون همون روزی اولی که من با کار نیومدم خب خداوند برای من فرزند عطا کرد فرزند بهترین ماشاءالله بعدی که من نیومدم و دوباره با کار برگشتم شما با من معاشم رو 1000 سومون نیو 1,500 سومون دادی من برای چی با شما منتداری نکردم و رحمت نگفتم باری اول
شما با جای 1000 سومون با من 1500 سومون معاش دادید و من از شما و از خداوند شکرگزار شدم که خداوند برابری به من فرزند عطا فرمودنش ریزقش رو هم به واسطه شما به من فرستاد. اما این ماه که شما از سر معاش من 500 سومون مرا بریدید باز هم از شما گیله‌مند نیستم، چون که این ماه خداوند فرزند رو از من گیرید و ریزقش رو هم با خودش بود. Rahim Production.